کارمندان شعبه‌چه گفتگو جنایتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کنیبادام در اساس اخبارات اپراتیوی حرکت‌های غیر قانونی دو کارمند شبکه‌های برقی همین شهر را آشکار نمودند. رشوه‌دهی تجارتی جنایتی در ماده 279 کودکس جنایتی پیش بینی شده است که در صادر نمودن آن سرمهندس شبکه‌های برقی شهر کنیبادام سهراب ترسونوف و نظیر نظارتچی برق شبکه مذکور محمد توشماتов گمانبر دانسته می‌شوند. گمانبرشده‌ها برای مساعدت کردن در کوچانیدن زیرایستگاه برقی که در حدود سابق سیخ لیمانتبراری واقع در کوچه بابا منصور شهر کنیبادام که عین حال همچون منزل استقامتی به ساکنی 33 ساله همین شهر تعلق دارد، اسای ملک 20000 سومانی به صفت رشوت طلب نموده بعد گرفتن 150000 روبل روسی دستگیر می‌شوند. برای اون کوچانیدن یا ترانسفورماتور از یک جا به جای دیگر فلان چی بودم خب مبلغ درست اوید همین چیز شما خط سراغ هم صحبت شده بوده و همون روزی مبلغ میوادگی مثلا و یاشا خودشون گازدگی بود خطی کارگری تخصصی برق سراغ درمان خودش مبلغ شا گازده بوده شما اویدی مبلغ چند پول بودنش چند قبل بودنش شما یکم درک نداشت خبرم نداشته. این نفران که وظیفه اداره‌کنی را به جا می‌آورند از مقام اشغال نمودهشان سوء استفاده نموده می‌خواستند خدمت‌رسانی‌های خود را بر عوض مبلغ به منفعت مراجعت کننده انجام دهند. چون این ترتیب خدمت‌رسانی غیر قانونی از نظر میلیسیا پنهان نماند. جنایت آشکار و نسبت گمانبرشده‌ها در پروکراتورای شهر کنیبادام در اساس ماده 279 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. طبق فرضیه اپراتیوی احتمال است در علاقه‌مندی به جنایت مذکور به غیر از سرمهندس و نظارتچی برق باز آلودگی دیگر شخصان از مبلغ رشوه منفعت‌دار آشکار شود.